میخوام یه سری اطلاعات کوچیک راجع به دریفتر رو بهتون بدم. همونطور که میبینید متریالی که توی این هارنس استفاده شده متریال خیلی خوب و قوی هستش و نسبت به هارنس هایی که مشابه این کار هستن و هارنس کامپتیشن هستن جنس خیلی بهتری داره. خب از قسمت پاد هارنس شروع میکنیم. اینجا یه قسمت جدا شونده داره برای کسانی که پایین تنه بزرگی دارن ولی قدشون یه مقدار کوتاه‌تره و میخوان هارنسشون رو بتونن کامل تنظیم کنن. این باز میشه، این دوتا قطعه داخلش قرار میگیره تا ضخامتی بوده باشه 6-7 سانت و شما میتونید باهاش بازی کنید. اسپید های این هارنس به صورت تک‌پا هستش، خیلی راحت باعث میشه تعادل با در زمان اسپید کشیدن از بین نره و سیستم اتصالش هم دیگه اینا حذف شده، به خود بند اسپید رایزر وصل میشه، لازم نیست کلش رو عوض کنی و از کل قرقره های رایزر هم رد بشه. این هارنس دو تا بالاست داره، یکیش که زیر این قسمت میخوره و XR7 و جای پی تی هم داره، اونی که بالاستش هم میشه این قسمت که حجم هم مگنتیه هم قفل میشه، از اینجا جای دسترسی داره و به صورت دو تا زیپ این کلا در میشه. خب این قسمتش هم کاکپیتش هست که با یک زیپ به زیر اینجا وصل میشه و به سرشونه ها به این قسمت. الان خودم میپوشمش توی تنم. خب اینجا قسمت دستش هست، این به این صورت سمت چپ و این هم سمت راست. همونجور که میبینید این کاکپیتمون رو باید ما وصلش کنیم به این قسمت. بالاستمون و کاکپیت دوممون اینجا زیپش رو میبندیم. قسمت بعدی پوشش بالاتنه هستش. یکی از مزیت‌هایی که این هارنس داره اینه که دو تیکه هست برای پوششش. بالا رو اول میبندیم و پایین هم لازم نیستش که کامل ببندیمش، همین در حد چند سانت. این شکل میریم تو پرواز. وقتی که رفتیم در پرواز یه دونه بند اینجا گذاشتن برامون. خب برای کسایی که دسترسی راحت به گوشیشون میخوان، این قسمت رو شرکت طراحی کرده، حالا گوشی یا وریو یا هر چیزی که بخواید اینجا بسته میشه. این قسمت هم ببینید اینجا رو یه جایی داره که ما بتونیم اینسترومنتمون یا گوشیمون رو بهش وصل کنیم که نیفته. و همچنین باز یکی دیگه هم مزیتاش اینه که این قسمت زیر سرشونه، زیر بغل مگنتیه و خیلی راحت شما دسترسی داری به کاکپیت و قسمت بالاست. هر دو طرف هم این هستش، کامل دست میره داخل. خب همون جور که میبینید از زاویه خلبان یه دید خیلی کاملی داریم به وریو که دو تا وریو راحت جا میشن. من الان یه دونه گذاشتم وسط گذاشتم، اما دو تا بذاریم بغلا میادش و خیلی راحت هم دستتون میره داخل و با منوش میتونید کار کنید و دوباره بیاید بیرون پرواز کنید. از خوبی‌های دیگه این هارنس نسبت به هارنس‌های مشابه اینه که اینجا یه جا داره برای اینکه پاتو برای لنتای استراری بیاری بیرون سر. تو هارنس‌های دیگه ما اینو نمی‌بینیم و این باعث شده که خلبان راحت‌تر بتونه لند کنه.